ساعت خود می‌نگرد و رسما اجازت می‌دهد تا بازی شروع شود. از مرکزی میدان فوتبالبازی دسته حاصلات توپ هستند. حالا هجومی فوتبالبازی دسته ارتش وضعیت خطرناک است و دروازه‌بان این حالت را برطرف کرده ایستاده است. حالا هجومی بسیار خوبی دسته حاصلات وضعیت خطرناک است و دروازه‌بان پرینس کابلا زوده اولین ضربه کنجی صلاح‌الدین ارگاشف پرتافتی توپ از سوی او و چی حالت به میان میآید. ضربه نظیر داوران عارف جورایف از دوشنبه و کمیسر بازی فریدون سولیف است. اینجا فرصتی نوبتی بسیار خوبه را در جنوب تاجیکستان محروم ماند دسته مذکور. اینجا فرصتی بسیار خوب ضربه سوی دروازه و چگونه گل جونیبک شریپوف خودی جونیبک شریپوف پاس می‌دهد به وایسیدین سفاروف پاس جوابی وایسیدین جونیبک با جریمه‌گاه وارد شد بعداً ارسال نوبتی توپ به کنار چپ ارسالی توپ به داخل جریمه‌گاه است و فرصتی ضربه زنی از دست می‌رود. ارگاشف رو می‌بینیم پاس جوابی به شرفجان سولیف بود اما بعداً شرفجان نتوانست ارسال توپ رو انجام دهد. صلاح‌الدین اکنون پرتافتی او و چگونه امکانیت حساب دوستان گرامی در این لحظه ها برابر می شود که در مجموع ها دوران به این چیز امین می شویم. ببینید کوشش اول از سوی شرفجان سولیف نتیجه نداد بعداً حساب رو برابر نمود. اینجا افساید هست یا نه سوال اساسی محض همین است اما هجوم دوام دارد و چی فرصتی خوبه از دست می رود. ارسال بسیار خوب به کناری راست اکنون در حال پرتافتی توپ به داخل جریمه‌گاه بود اما پرتافتی بسیار خوب به کنار چپ حمله نوبتی جالب رو می‌بینیم وضعیت خطرناک است ضربه و همین ساعت وابستگی خواهد داشت. هجوم جوابی دسته ارتش رو می‌بینیم فرصتی خوب پیدا می‌شود و حساب دوستان گرامی 2-1 بار دوم در حساب دسته هجوم چگونه به راه مانده شد پس به کنار چپ از اونجا ارسال توپ به شورا دلمرادوف پس او فرصت رو از دست می‌دهد یا نه بله در نهایت کار کامیاب نشد. پاتریک رودولف دو فرصت رو می‌بینیم او واقعا هم بسیار عالی بازی می‌کند و بعداً پرتافتی صلاح‌الدین ارگاشف خیلی خوب ادامه حرکت‌های او رو می‌بینیم توپ در میدان باقی ماند و ارتش با پورگی به خط دفاع نشست. خوب باور مراجعت میکند داور برای چی شاید حالتی پیشتر از این ارگاشف و سوال اساسی این است که آیا توپ به دست کامران ابراهیموف رسیده است یا نه. افساید نیست هنگام پاس دادن به صلاح‌الدین ارگاشف. داوری درجه فیفا بعد از بررسی کردن این حالت به خلاصه می‌آید که توپ به دست رسیده است. پنالتی دیگری دسته تیاری می‌بیند. ضربه او رو می‌بینیم به یگان شانس برای دروازه‌بان حریف حساب رو 2-2 می‌کند صلاح‌الدین ارگاشف. دسته حاصلات از تیم خود پشتیبانی می‌کند. حالا او بعد از جوزف اکومادی هم دستش دومین نشانزنی بهترینی لیگ عالی است که ما در همین لحظه و اکنون دوبل فوتبال بازی دسته حاصلات رو هم می‌بینیم. پاتریک رودولف توانست در این لحظه حاصلات در حساب به پیش میبرد دوستان گرامی و بار دیگر حتما برای ما صحنه‌های تکراری رو گل از چی سر زد از اونه که اینجا اشتباه شد از سوی ماچادو هنگامی پاس دادن خطا کرد همین لیگانر و ببینید چی حالت و ببینید چگونه امکانیت برای این پرتافتی توپ و چی حالت به میان می آید. شانس است برای بازیگرانی دسته از دور یک ضربه بسیار خطرناک بود. اینجا ببینید که توپ به شرفجان سولیف رسید و از جای بالا شد. اکنون ارسال توپ و چی فرصت از دست می رود. یک عکس هجوم دیگر رو میبینیم با اشتراک فوتبال بازی دسته حاصلات. پاتریک رودولف در کنار پاس رو قبول میکند. ارسال نوبتی و وضعیت خطرناک از دست قسمان رفت اما موج دومی هجوم در راه است
мо боз як ирсо ба майдон баровар сармураббӣ зеро фурсат бениҳоят кам мондааст ва ин футбол боз метавонад кӯмак кунад. Чиз аст, вале дар ҳосилот мо тавро мебинем бештар дар нақши дифоъгари канорӣ бозӣ мекунад. хуб, бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, садои ниҳоии уштаки довар ҳам баланд шуд ва бо ҳамин мову шумо тавре мебинем дидори клуби марказии варзиши Артиш ва ҳосилот бо ҳисоби 2-3 ба фоидаи дастаи ноҳияи Фархор ҷамъбаст мешавад.